نفوذیایی مثل افغانستانی ها مثلا بیان چه کار میتونستن بکنن؟ شما ببینید این بحث کاترین اشکدمی که این روزا بالاخره بحثش مطرح شد، خب آیه قرآن هم میخونده توی مباحث و من واقعا شرمم میاد. با 120 نفر از افراد بسیار مهم این مملکت همخوابی داشته. خب این نفوذی در این حد ما داشتیم؟ یعنی واقعا این که بیاریم تقلیل بدیم بگیم 4 تا افغانی ها نفوذی های ما هستن، این نیست واقعا. موقعی که خارجه بودین نمازم میخوندین حجاب رو به این شکل رعایت نمی‌کردید؟ اصلا من حجاب نداشتم اون موقع، چون اصلا بلد نبودم. هیچ کس تو خانواده ما حجاب نداره. نگفته من اصلا ندیده بودم، اصلا من بلد نبودم حجاب، اصلا ندیده بودم. تو خانواده ما هیچ کس نداشت، منم که خب اونجا بزرگ شده اصلا ندیده بودم. چجوری شد این حجاب رو قبول کردی؟ اینم دوست دارم بهم بگی. این ابراهیم اسماعیل من بود، این اسماعیل بزرگ من بود، ذبحش کردم. خداوند به من فرمودن که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السما کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. بعد اون صحنه اون روز رو به من خداوند نشون دادن. این کسی که خداوند بخواد دلش رو برای اسلام گشاد بکنه، راهش هم بهش یاد میده.